دانش آموزان گرامی، امروز میخوایم در ارتباط با پولمان سی صحبت کنیم. منم در ارتباط با مثلثات. اوکی. ببینید، قبل از هر چیز من در ارتباط با قضیه فیثاغورس صحبت کنم که در دوره راهنمایی داشته میشه. نگاهش ببینم. این سمپراتون فرض کنید این یه مثلث قائم الزاویه است. اوکی، اینجا زاویه 90 درجه است. این هم زاویه آلفا باشه. این بتر که حرف سی نشونش میدم، قاعده با حرف A، ارتفاع با حرف B. یه ارتباطی وجود داره. C به توان 2 مساوی A2 به علاوه B2. یک مثالی که بخوام براتون اینجا در نظر بگیرم، مثلا این مثلث قائم الزاویه باشه، این باشه 3، این باشه 4. یعنی وترش چقدره؟ طبق این قضیه x به توان 2 مساوی 3 به توان 2 به علاوه 4 به توان 2 مساوی 9 به علاوه 16 مساوی 25. درسته؟ پس x من میشه جذر 25 که میشه 5. اوکی؟ حالا که این مرور شد قضیه فیثاغورس، برای شما فرض کنیم در یه مثلث قائم الزاویه اومدیم، قاعده، ارتفاع و وتر رو داریم. این هم زاویه چی باشه؟ آلفا. چند تا نسبت مثلثاتی داریم: سینوس آلفا، کوسینوس آلفا، تانجانت آلفا، کوتانجانت آلفا. سینوس آلفا میشه مقابل به وتر، یعنی چشمت اینجاست، همونجایی که آلفاه. مقابلش چقدره؟ بیه به وتر به سی. کوسینوس آلفا مجاور به وتر، یعنی ضلع مجاور به وتر. مجاورش چیه؟ ضلع مجاورش ایه، میشه A به روی C. تانجانت آلفا مقابل به مجاور. مقابل کیه؟ بیه. مجاور چیه؟ A. و تانجانت آلفا برعکس تانجانت، مجاور به مقابل، میشه A روی B. خب ما برای اینکه مطلب جا بیفته نیاز به مثال داریم. این چیه؟ یک مربع میکشم براتون و طول هر ضلعش رو میذارم چند؟ 2 2 2 2. وترش رو نصب میکنم. چون این دو تا مثلث با هم دیگه مساویه، این زاویه چند درجه است؟ 45 درجه. خب x به توان 2 در این زاویه، در این مثلث میشه x به توان 2 مساوی 3. 2 به توان 2 به علاوه 2 به توان 2 میشه 4 به علاوه 4 مساوی 8. x ما میشه چی؟ x ما میشه جذر 8 که میشه نوشتش جذر 4 در جذر 2. جذر 4 کامله، میشه 2 رادیکال 2. پس وتر شد 2 رادیکال 2. اوکی؟ خب سینوس 45 درجه، این زاویه مقابلش چقدره؟ 2. وترش چقدره؟ 2 رادیکال 2. این با این ساده میشه 1 به روی رادیکال 2. کوسینوس 45 درجه
میشه مجاور به وتر، مجاورش هم دویه، وترش هم دو، رادیکال دویه، میشه 1 روی رادیکال 2. تانجانت 45 درجه میشه مقابل با مجاور 2 دوم که میشه 1. 1 همون 1. کتانجانت 45 درجه میشه مجاور کتانجانت، این مجاورش هم نکن، این 45 درجه است، اینجا میشه مجاور، اینجا میشه مقابل، بازم 2 دوم که بازم چقدره؟ 1. اینا استانداردن. حالا من اگر از لا عوض کنم به جای 2 3 بگذارم، 4 بگذارم، هر چیز بذارم بازم به این اعداد میرسیم. بیایم در یک مثلث متساوی الاضلاع این دفعه صحبت کنیم. مثلث متساوی الاضلاع. مثلث متساوی الاضلاع مثلثی تمام اضلاعش با هم دیگه چی ان؟ برابرن. 2 باشه، 2 باشه، 2 باشه. خب من اینجا میام این ارتفاعش رو رسم میکنم. این نصفش میکنه دیگه. نه این زده با این زده برابر، این میشه 1، این هم میشه 1. میگن اول این ارتفاع رو به دست بیارید. این هم 60 درجه است، 60 درجه. اینجا 30 درجه، 30 درجه. خب مثلث رابطه فیثاغورس اینجا به کار میبرن در این مثلث. میشه ارتفاع وتر به توان 2، 2 به توان 2، قاعده به توان 2، قاعدهش چقدره؟ 1 به توان 2. ارتفاعش هم h دیگه، h به توان 2. نتیجه 4 مساوی 3 1 به علاوه h2. h2 چه عددی؟ با 1 جمع میشه 4. h2 مساوی 3. پس h مساوی رادیکال 3. اوکی؟ حالا نسبت های 60 درجه رو من بنویسم. یعنی چشم کجاست؟ اینجا واقع شده. درسته؟ سینوس 60 درجه، کوسینوس 60 درجه، تانجانت 60 درجه، کوتانجانت 60 درجه. سینوس 60 درجه مقابل به وتر، مقابلش شد رادیکال 3، وترش شد 2، رادیکال 3 دوم. کوسینوس 60 درجه مجاور به وتر 1 دوم. تانجانت 60 درجه مقابل به مجاور، مقابلت رادیکال 3، مجاورت 1. دقت کن چشم اینجاست، در این زدم چشم گذاشتم، این میشه مقابلش h، مجاور 1 وتر 2. کوتانجانت 60 درجه مجاور به مقابل، مجاورت 1 وترت هم رادیکال 3. خب حالا با همین میتونیم نسبت های 30 درجه رو به دست بیاریم. 30 درجه اینجاست، چشم اینجاست. سینوس 30 درجه مقابل چقدره؟ 1. مجاور وتر چقدره؟ 2. سینوس 30 درجه 1 2. کوسینوس 30 درجه مجاور که h چقدره؟ رادیکال 3 و وتر چقدره؟ 2. چشم اینجاست، اینجا مقابله، این مجاور، این وتر و عکس 30 درجه میشه. تانجانت 30 درجه مقابل 1 مجاور رادیکال 3. کوتانجانت 30 درجه برعکسشه، مجاور به مقابل رادیکال 3 روی 1. اینا اینجا باشن که بازم کلیپ های دیگه براتون تولید کنم.